الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله إيمانا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم، بارک الله فیکم. در حقیقت آموختن توحید این اطاعت کردن به امر الله است که الله گفت فاعلم انه لا اله الا الله، بدان بیاموز که نیست معبود بر حق بجز الله سبحانه و تعالی. و تحقیق نمودن توحید نیز این اطاعت نمودن به امر الله و رسول است که الله گفت فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، هر کسی که کفر بر طاغوت بیورزد و بعد از این ایمان به الله بیارد فقد استمسک بالعروة الوثقی، به تحقیق به عروة الوثقی چنگ زده است. 256 سوره بقره. بلا اله الا الله چنگ زده است. بله، آموختن توحید و تحقیق نمودن توحید این کار آسان نیست و البته این به توفیق الله سبحانه و تعالی می شود. خیلی که در حدیث آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین، هر کسی که الله او را دوست بدارد فقیه دین می کند. یعنی آموزش علم دین را از یک معنی بگیم آسان می کند فهمش را. و در اینجا علما میگن که فرق گذاشتن بین حق و باطل، جدا کردن حق و باطل، جدا کردن توحید و شرک، جدا کردن کفر و ایمان را به او آسان می کند. به هر کسی را که الله دوست ندارد او از توحید دور است. پس خوشا به حال شما که به توحید چنگ زدید. اما صحبت ما امروز در موضوع کسانی که خود را از اهل توحید میدانند و از اهل توحید نیستند. این گروه 24 است. ما تا به امروز تمام فرقه های بدعتی و تمام حزب های شرکی و کفری و بدعتی که خود را به اسلام نسبت میدهند، از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شرکی شروع کرده تا دیگرش بیان نمودیم. حالا وقت بیان گروه 24 رسیده است. وقتی که یک مقاله را نوشتیم و در اون بیان نمودیم که گروه 24 این یک گروه شرکی و کفری هست، تمام اعضایان گروه 24 و اعضایان ریاست عالی این گروه بداد و فغان و دشنام و تحقیری اهل توحید افتادند. پس ما حالا بیان میکنیم که در کدام اساس این گروه 24 و دیگر گروه هایی که مثل گروه 24 است، تمامی حزب و حرکت هایی که وجود دارد شرکی و کفری بودنش را بیان میکنیم. اولین اساس، اولین مناط کفری شرک این حزب یا این گروه این اراده دموکراتی کردن است. حرکت اونها، کوشش اونها همه اش به خاطر دسترسی به دموکراتی یا که برای تحقیق نمودن دموکراتی است که همین دموکراتی این شکننده اسلام است، این شکننده توحید و ربوبیت، این شکننده توحید و الوهیت، دموکراتی شکننده توحید و اسماء و صفات، دموکراتی شکننده توحید الحکم، دموکراتی شکننده توحید المتابعت است. 5 نمود توحید معروفی که وجود دارد همه اینها رو دموکراتی میشکند. توحید باقی نمیماند، از ریشه اش توحید رو نابود میکند. الله حاکم است و حکیم است و حکم است. هر کسی که بجز الله حاکم غیر الله را، حکم غیر الله را قبول میکند توحید
ربوبیتش نابود شده است. هر کسی که به حکم غیر الله سرخم میکند، برای تحقیق حکم غیر الله کوشش میکند، غیر الله را عبادت کرده است. الله میگه ولا یشرک فی حکمه احد، در حکم من کسی را شریک قرار ندهید، حکم کسی را شریک قرار ندهید. دموکرات، علمانی، لیبرالی، این حکم کفار است، حکم ساخته یهود و نصارا است برای نابود کردن اسلام، برای سنگ زدن بر اسلام. الله حکم است و حکیم است و حاکم است و این نابود کننده هر کسی که اراده یا که تطبیق حکم غیر الله میکند شکننده اسما و صفاتش، توحید اسما و صفاتش شده است. و اراده کردن توحید این شکننده به یک چند شکننده های اسلام واقع شدن است. شکننده اول اسلام که شرک است، شکننده سوم اسلام، شکننده هشتم اسلام، شکننده نهم اسلام، اینچنین شکننده دهم اسلام. به یک چند شکننده های اسلام، به یک همین خواستن دموکراتی، نظام دموکراتی انسان واقع می شود. و این همه به اجماع علما هست. علما اجماع را نقل کردند، به مانند امام شافعی، ابو اسحاق، یا که بگم اسحاق ابن راهوی استاد امام بخاری و غیره، که هر کسی که به حکم غیر الله حکم می کند یا حکم غیر الله را اراده می کند و به طرف تحقیقش کوشش می کند، این مشرک است و کافر است. گرچنده که اعتقادش خوب باشد، گرچنده که به دلش مسلمان باشد، اما عملش ظاهرا اگر حکم غیر الله کرده شده باشد یا به محکمه غیر الله مراجعت کردن بکند یا اجازه داند، این مشرک است. اما اراده کردن، خواستن حکم غیر الله، خواستن نظام غیر الله، خواستن نظامی که بشر ساخته است، این البته شرک است و شرک اعتقادی است. در نزد اهل سنت و الجماعت شرک اراده وجود دارد. شرک اراده را الله خودش بیان کرده است در سوره نساء. میگه الم ترى الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك. آیا دیدی همان کسانی که ادعا دارند، دعوا میکنند که ایمان به الله و رسول آوردند، به قرآن آوردند، آن چیزی که به رسول الله نازل شده است، و بعد از این یریدون میخواهند، اراده میکنند. ببینید شرک اراده، یریدون، خودشان را مؤمن میگویند، خودشان را موحد میگویند، خودشان را از جمله مسلمان ها میدانند، خودشان را از جمله ایمان آوردگان به الله و رسول و به قرآن میدانند، اما یریدون ان یتحکموا الی الطاغوت، میخواهند که محاکمه اونها در نزد طاغوت بشود. یعنی سبحان الله، ابن کثیر میگویند الله در اینجا محاکمه کردن، مراجعت کردن به محکمه های طاغوتی، به سودهای طاغوتی را حرام کرده شده است و تکفیر کرده شده است. چی برسد به حاکم، چی برسد به اراده حکم غیر الله، و کفرش سخت‌تر است و وزن‌تر است. یعنی میخواهند که به حکم الله حکم بکنند یا که به حکم الله محکوم بشوند. الله حکم غیر خودش را طاغوت نامید. یریدون ان یتحکموا الی الطاغوت، یعنی میخواهند که به حکم های طاغوت، در محکمه های طاغوت حکم را صادر بکنند، در حالتی که الله امر کرده بود که کفر ورزید، به حکم غیر الله کفر ورزید. وقد امروا ان یکفروا به، اما شیطان اونها را به نهایت گمراه کرد و گمراه میکند. این آیت دلالت میکند که شرک اراده و کفر اراده وجود دارد. هر کسی که کفر را نیت بکند و بگوید که من فلان وقت کافر میشوم، این عملی کفر اکبر را میکنم، کافر میشود. هر کسی که اراده اش شرک و کفر باشد، این مشرک میشود. شرک اراده، شرک نیت، شرک قصد وجود دارد و سختری اونها شرک الاراده، حرکت کردن، قصد کردن، کوشش کردن برای تحقیق حکم غیر الله سبحانه و تعالی. چگونه که سجده کردن بر قبر شرک است، خواستن حکم غیر الله، اراده کردن حکم غیر الله همچنین شرک است. چگونه که انسانی که به قبر سجده می کند مشرک می شود، هر کسی که حکم غیر الله را می خواهد،
اراده میکند، به حکم غیر الله حکم کردن میخواهد، به حکم غیر الله محکمه را انجام دادن میخواهد، این هم مشرک است. هر کسی که بین این دو چیز، مثلا شرک دعا، شرک عبادت، شرک اطاعت و شرک حکم فرق میگذارد، این خودش مبتدع است یا مرجعه هست. از انمین اساس و انمین مناط اولی کفر این جماعت گروه 24 است. گروه 24 در همین اساس به شرک واقع شده است، به کفر واقع شده است. ریاست عالی این گروه همه اش مشرک است و مرتد است. هر کسی که دیده، دانسته یا ندانسته در ریاست عالی این گروه، رئیس این گروه است، جانشین این گروه است، این است و آن است، این دیده و دانسته به تحقیق و تطبیق اراده حکم غیر الله رفته شده است، ظاهر اونها انا همچنین میبینیم که حکمشون شرک است و مشرک است. اما دیگر پیروان این گروه، دیگر کسانی که پیروی این گروه هستند، از انسانهای عادی که نفهمیدند و ندانستند و این انسانهای مشرک را همچون یک مبارز دانستند و اینها پیرو شدند، این انسانهای عادی را ما تکفیر نمی کنیم. میگیم که این عمل پیرو شدن به این گروه و حزب در آمدن این البته کفر است، اما شما را انسانهای عادی را هیچ کسی تکفیر نمی کند و کافر نمی گوید. اول حجت رسانیده فهمانیده می شود و بعد از این تکفیر. سببش چیست؟ سببش اراده حکم غیر الله است، تطبیق نمودن دموکراتی است، خواستن دموکراتی است. در همین زمان بجز دموکراتی چیز خوبی نیست گفتن است. خودی بنده شنیدم از برنامه صدای مردم است، چیزی دیگری که در یوتیوب وجود دارد، کمی مشاهده کردم که میگه در گروه 24 سخن کنندش، سخنگوی گروه 24 میگه که در همین زمان میگه برای ملت تاجیک بجز دموکراتی، بجز گروه 24 دیگر چیز اصلاح آورده نمیتواند، دیگه همه اش غلط است و این است و آن است. یگانه گروهی که نجات دارد، یگانه گروهی که سبحان الله عدل دارد، این گروه 24 دموکراتی است. اعوذ بالله، این چگونه سخن بهتان است؟ ما میگویم یگانه حکمی که عدل را می آرد، یگانه حکمی که نجات را می آرد، یگانه حکمی که در همین زمان بود و در همین زمان هست و میماند و بهترین حکم است، این حکم الله رسول است. از همین جهت ما حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را هم که این رئیسش کبیری مشرک، ما دموکراتی میخواهیم، ما اسلام دموکراتی هستیم، اسلام ماده هست، این نام است، این یک چیزی نیست، گفت مشرک ماندیم. از همین جهت و از همین اساس و با همین مناط گروه 24 را هم تکفیر میکنیم. میگیم گروهی شرکی و کفری و ریاستش رو و مردم عمر رو البته جدا میکنیم. و با همین حکم دیگر حکومت هایی که وجود دارد، حکومت های دموکراتی، همه‌اش رو حکومت های کفری و رئیسانی که به حکم غیر الله رسولش حکم میکنند دموکراتی، همه‌اش رو کافر میدانیم. لشکرانش رو، پیروانش رو، دوستدارانش رو، طرفدارانش رو کافر میدانیم. و به همین خاطر انتخابات را شرک میدانیم که انتخاب کردن یک انسان همچون قانون برار، یک انتخاب کردن یک اله و معبود است. قانون برار تنها الله است. این اولین سبب بود. سبب دوم موالات گروه 24 به کفار، به یهود و نصارا و مشرکین. اینها موالات دارند. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم و شان بیان کرد: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمین. ای آنانی که ایمان آوردید، یهود و نصارا را دوست خود قرار ندهید. هر کسی که از شما مسلمان ها یهود و نصارا را دوست خود قرار میدهد، داند که از همون ها است، یعنی خودش مشرک است، خودش کافر میشن مثل اونها. و این چنین آیات زیاد است: لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، دشمنی من و دشمنی خودتون را دوست قرار ندید. لا تتخذوا بطانة من دونکم، دوستهای را به خودتون از غیر خودتون که از کفار و مشرکین و یهود و نصارا هستند قرار ندید، دوست نگیرید. امروز این حزب‌های
بگویم گروه 24 و دیگر حزب‌ها رفتند بازیچه دست یهود و نصارا شدند، به نقشه اونها زندگی میکنند، به برنامه کشیده اونها حرکت میکنند، همه گفته های اونها را حق میدانند، نظام اونها را میگن که ما نظام شما را تطبیق میکنیم، ما دموکرات هستیم. اگر این سخنها را نگوید اصلا به اونها در اروپا جای نیست. همین سخنها را میگوید. این موالات است و این موالات اکبر است. یعنی نظام قرآن و سنت را نمیخواهد و نظام یهود و نصارا را میخواهد. برادران موحدین را متشددین، برادران موحد را فناتیک یا که سبحان الله رادیکال میداند، خیلی که حزب نهضت هم خیلی میداند، اما یهود و نصارا را خوب میداند. اینها میخواهند که یک دولت بنیاد بکنند به مانند دولت اروپا، به مانند یک سیستم اروپایی که این همه شرک است و کفر است که ما یک چند بار بیان کردیم که تمام محرمات الله کرده، تمام حرام های الله کرده در این دولت حلال است و این دولت ها همه اش به الله و رسولش می جنگد. این موالات است، این موالات اکبر است. ما گفتیم موالات اکبر و اصغر. موالات اکبر این آدم کافر میکند، دوستی کردن با کفار، به طرف اونها رفتن، مسلمان ها را ترک کردن، موحدین را طعنه زدن، موحدین را رادیکال و فناتیک خواندن، طعنه زدن و غیره. و بعد از این سبحان الله به اونها بازیچه دست یهود و نصارا شدن و گرفت حکم اونها را تطبیق کردن، به پول مال اونها زندگی کردن و به حکم اونها راضی شدن. چی هستین؟ و یکی از اونها که در ریاست عالی گروه 24 است، نوریدین رضایی که پدرش محمد سعید رضایی هست که اون پدرش در حزب نهضت است، غالی حزب نهضتی، اینش غالی گروه 24. نوریدین رضایی در آخر وقت ها میبینید که رسم های بوت ها رو، اون بوت هایی که مشرکین بوزاها، بوزیها، بودیستا میپرسن، رسم های همونها رو میگذارد در گرد و اطرافش، اونها رو مقدس میشمارد، اونها رو گذاشته است. یعنی این من هم خیلی فکر میکنم که یعنی به مردم نشان دادن می شود که به ما فرق ندارد که تو بودیست هستی، تو یعنی شم هم گذاشته، تو آتش پرست هستی، تو مسلمان هستی، فرق ندارد، همه ما یک چیز هستیم. امروز میبینم یک برادر یک رساله فرستاده است و یک رسم رضایی رو، نوریدین رضایی رو به من روان کرده است که در اونجا میبینید که همان کسانی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را دشنام داده بودند و بعد از این مسلمان ها یک چند شیرمردها اونها را به قتل رسانده بودند، به مرده اونها رفته است و گل گذاشته است. یعنی تعزیه بیان میکند به کسانی که رسول الله را دشنام داده اند و مسلمان ها اونها را کشتند. یعنی البته این دلالت به کفرش میکرد و این حتما مشرک است و کافر است و مرتد است. به خواستی دموکراتیا، دومینش به فرق نداشتن بین دیگر دین ها، یعنی همه دین ها رو طرفداری کردن، به الولا و البرا نداشتن. از همین جهت شما هیچگاه اهل توحید به فریفته اونها یا که به اونها فریفته نشوید، به وسوسه اونها داده نشوید. البته اونها چیزی نیستند، اونها یک فرقه ناچیز هستند، لیکن ما وظیفه داریم طالب علمان و علما که در زمان خود هر یک گروه و هر یک حزب و هر یک جماعت کفری شرکی که هست ما باید بیان بکنیم. این وظیفه ما است. هر کسی که راضی می شود راضی بشه و راضی نمی شود راضی نمی شود. ما رضاگی الله را می خواهیم. رضاگی کسی به ما شرط نیست، فقط رضاگی الله سبحانه و تعالی را می خواهیم. هر کسی خواهد نخواهد. هر کسی خفه شود خفه بشود. ما می خواهیم که الله از ما راضی باشد. پس این گروه 24 یک گروه شرکی است، یک گروه فتنه‌ای است. فتنه شرک است، فتنه کفر است. در درون این گروه یک انسان وجود دارد، قاری محمد جان، که به من تماس گرفت بعد از اینکه مقاله رو نوشتم کفر شرک گروه 24 رو، به من تماس گرفت و تقریبا 1 ساعت صحبت کردیم. این صحبت من هم زاپیس‌هاش وجود دارد، تسجیل‌هاش وجود دارد، حتی ویدیویی تسجیل‌ها وجود دارد. یک چند برادر در گرد و اطراف من بودند که اونها در وقت صحبت کردن این صحبت ما رو به نوار گرفتند. او بیچاره میگوید که من از دموکرات بیزار هستم، اما ان شاء الله تاجیکستان رفتیم این میکنیم آن میکنیم. ما در درس‌های توحید خود بیان کردیم و باز میگوییم که
به خاطر آینده شده ما امروز نباید مشرک شویم. به خودش یک چند دلیل ها دارد و دلیل ها رو نمیفهمد، معنای دلیل ها رو اصلا نمیفهمد. این اهل بدعت نمیفهمند که چی گفته شدند. سبحان الله. بار دیگر مختصرا میگیم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به خاطر دعوت، به خاطر رسانیدن دین هیچگاه به شرک واقع نشدند. هیچگاه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به مشرکین نگفتند که ای مشرکین من قطع شما عبادت شما میکنم لیکن شما کم کم سخن من گوش کنید. نه والله. یگان نفر صحابه نگفتند که ما نظام شما رو ای یهود و نصارا تطبیق میکنیم لیکن آیسته آیسته شما رو هم به اسلام دعوت میکنیم شما هم مسلمان شوید. نه، در اسلام اجازت نیست. منهج دعوت به اسلام، منهج تطبیق اسلام همیشه جدا کردن حق باطل است. همیشه حق باید حق گفته شود و باطل باطل است و تطبیق حکم الله و رسولش است. این خیلی نیست که امروز من 1 سال و 2 سال مشرک می ایستم و بعد از 2-3 سال انشالله مسلمان میشم. گفتنی سخن وجود ندارد. وقتی که مشرک هستی تو مشرک هستی، وقتی که به شرک دست زدی تو مشرک هستی، تا روزی که توبه میکنی توبه بکن و باز مسلمان میشوی. پس این نمودی مبارزه شما ای گروه 24، ای حزب نهضت و دیگر فرقه های شرکی، این مبارزه شما، این خدمت کردن به اسلام شما، این دعوت کردن به سوی اسلام یا که آینده اسلام میخواهیم شما، این همه پوچ است و این همه سخنهای دروغ است و این همه کفر است. در همین حال حاضر شما در کفر هستید. این حرام است که شما به خاطر فردا امروز مشرک شوید. رئیس شما، پیشوای شما، اخوان المسلمین 70 سال قریب 1 قرن حرکت کرد، کوشش هزارها آدم ها را قربان سپارید در راه حزب اخوان المسلمین، لیکن در آخر وقتی که مرسی حکومت را گرفت گفت ما دموکراسی را تطبیق میکنیم. چی کاری کرد؟ هیچ کاری کرده نتوانست. علما مرتدش گفتند برای که حکم غیر الله را حکم کرد. هیچ کسی توبهش را ندید، وفات کرد. اگر توبه کرده باشد توبهش در نزد الله است، ما ندیدیم. پس توبه بکنید و به سوی الله بازگردید. این مبارزه شما بله مبارزه هست، اما از نظر اسلام این نام این عملهای شما رو مبارزه گفته نمیشد. چرا که مبارز گفته در دین اسلام کسی را گفته میشد که با شرک و کفر مبارزه برد، به خاطر زنده کردن حکم الله و رسولش کوشش بکند و مبارزه برد. مبارزه شما به خاطر زنده کردن کفر و شرک است. مبارزه شما به خاطر سبحان الله تقویت دادن و موالات کفار است. مبارزه شما به خاطر نابود کردن حکم الله و رسول است، تطبیق حکم غیر الله است. این مبارزه شما مبارزه در راه شیطان است، مبارزه در راه کفر است، مبارزه در راه شرک است. توبه بکنید و به سوی الله بازگردید. و به خصوص طالب علم هایی که علم ندارید، از بسیار چیز بیخبرید، از این حزب ها، از این گروه ها دست کشید و به توحید بازگردید. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. البته وقتی که ما این سخن میگن که اینها طرفدار مفتیات تاجیکستان هستند یا که طرفدار همون حکومت ها هستند. نه والله، ما همیشه بیان میکنیم مفتی حکومت تاجیکستان خودش به شرک واقع شده است، خودش موحد نیست، برای که تطبیق توحید، تطبیق بگیم کفر به طاغوت ندارد. ما عقیده داریم هر کسی که کفر به طاغوت ندارد این موحد نیست، مشرک است. مفتی تاجیکستان و کسانی که در همون سیاست هستند و درجه سبحان الله از یک طرف یعنی زیوانی هم میگیرند، اونها کفر به طاغوت ندارند و این چنین طرفدار یگان بگیم دموکراتی حکومت هم نیستیم، همش رو کفری و شرکی میدانیم. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم.